جناب اونال تو را زیارت آمدم. با زیارت من؟ اهله باشد. چخیل رفته ایستاده است. به زندگی 90 عادت کردی جناب اونم. چخیلی که شنیدم جزای حجرگی گرفته. تو در اینجا چیکار میکنی؟ میکشم. آرام باش نه. باور نمیکنی و به خدا که برای نجات دادنی تو آمده. هم نفهمیدی من چقدر جدی هستم. سینان گوش کن. تو اگر با من نرقصی نوا رو با امنیت میسپرم. ایست نرم. تو دیوانه هستی مگر؟ باز چی نرنگ داری؟ به خدا اونال اگر این خیر کنی من میروم تا آخری عمره در اینجا پوسیده میروی. ای بشرف، از آنی که تو مرا نجات میدی اینجا پوسیده روم خوبتر است. اونال من هم طلبگار نجاتی تو نیستم. به من باشد اینجا مرده پوسیده رو، اما مجبور شدم که آمدم. چی خیلی مجبور شدی ها؟ چرا مجبور شدی؟ مرا دیوانه نکن. باز از پای چی هستی؟ ای ابله چرا مرا نجات دادن میخواهی؟ ای اونال چرا نمیفهمی ها؟ مرا مجبور کردم تو را نجات دهم. چرا نمیفهمی؟ ای دیوانه کی مجبورت کرد؟ برآمدی میفهمی کی تو را میخواهد نجات دهد. با چشمان خودت میبینی. میایی یا نمیایی؟ شد تمام. نجات ده. اگر نجات داده توانی. اما از اینجا که میبرایم اولین کارم تو را کشتن است. این را میدانی همه خیلی نه؟ امشب تو را میگریزانم فهمو؟ آماده باش. اما اولا باید به آزمانی رقص رفته برقصم جنابی اونم. این بیشرف بار دیگر که آید دیگر مرا جغ نزند. سلین جان امشب آزمون رقص بسیار خوب خواهد گذشت. به فکر من بهتره جفت ما میشویم. البته زورا جان. تا بازدید میریزم.
خانم بانو امشب رو برای شما آماده کردم. تشکر زیاد جناب کنعان، مرا چنان خوشحال کردید که. خوشحالی شما خوشحالی من است. تشکر زیاد. حالمون رو ببین. اول در این آزمون رقص کرده، بعدن رفته اونال رو از محبس میگریزونه. چگل حیات سام نشد. سبحان آمد با سبحان یکان چیزی که نوارو با امنیت میدیم میدونی کو. سلام علیکم. صد خوبه صبح. چیکار میکنی ها؟ دستی دختر رو سرده؟ چه خیلی یعنی برای دستی دوزداشتم رو قبیدن از تو اجازت پرسم؟ سوز گلزان. سبحان ایست. بله من با جنید میرقصم. شنیدی انگه چی گفت دو شب؟ سبحان ما ویرا با من میرقصی. خیر رفیقان، همه اتان خوش آمدید. اکنون آزمونی رقص را آغاز میکنیم. همه را با میدان میخوانم. آزمون آغاز شد. سیلین مرو صورت نمیگیری مگر؟ البته میگیرم. رحمت خواهش میکنم چیزی نیست. تو رقصیدن را یاد کردم زیا. من هم یاد کردم. آخران بار کی رقصیده بودیم؟ آخران بار در نامزدی همون هر جا باشد. نامزدی ساخته همون البته. اما عشقمون حقیقی بود. گرچه آن زمان مرا دوست نمی داشتی. با آسانی دوست نمی دارم، اما اگر دوست دارم تا آخر دوست می دارم. من همین چیز رو شنیدم میخواستم.
هیچی؟ استاد یک سوال دارم تعجیلا باید پرسم. هیچی پسرم ایستا وقتش نیست رقصیده ایستا. استاد پرسیدنم لازم استاد. چرا این خیل میکنی؟ چرا این هوای رمانتیکی رو ویران میکنی؟ استاد بسیار عذابم داد. کی عذابت داد؟ سوال استاد سوال عذابم داده ایستاده است. پرس هیچی پرس معلوم شد که نپرسیدن نمیتوانی پرس. استاد اگر در روز 1 اپریل دروغ گوییم آیا برای ما گناه نوشته می شود؟ آیا ما گناهگار می شویم استاد یا این که نه؟ چی میگویی پسرم؟ من سوالی داده‌ات رو نفهمیدم. میدانید که استاد در روز 1 اپریل همه دروغ میگویند. آیا ما دروغ گوییم در آن روز با شوخی برای ما گناه نوشته می شود؟ با این سوالات بیزار کردی. اقلا امروز سوالات رو ده پگاه جوابش را بگید. نه انسانی که در روز 1 اپریل هم دروغ میگوید گناهی عظیم میگیرد. دروغگو دشمن خدا است. فهمیدی؟ با شوخی هم دروغ گفتن انسان را گناهکار میکند. یعنی جایز نیست استاد؟ پسرم جایز نیست. تمام استاد همین خیل می نویسم. همین خیل نویس. تمام خدا از شما راضی باشد. مایلش ینگه خدا از شما راضی باشد. خیر رحمت پسرم با تو نیستم. استادم بسیار داناست. خیر سبحان بیا رفتیم رقص کنیم. رفتیم جنابی کانون ما چرا رقص نمیکنیم؟ اما من وای یعنی نمیشود جونم. اول ما میرقصیم بعد غلیبان رو معین میکنیم. خوب چه خیلی که شما میخواهید. سلام سیلا من کمیسر لیا. از راستی؟ البته عجبا شما با من رقص میکرده باشید یا نه؟ لوین حاضر در یک جوت چونان شتا میزنم که فلج میشوی. دف شو. ببین تو رفته با کلتکلس رقص کن اگر جرأت کنی. با کلتکلس نیست اما شمشک بوده است. در روز نامزدی اما من را کلتکلس گمان کرده است پس او بسیار دریده حالا هم نامزدی میگوید شرم نداشته. لوین رو که حاضر بسیار عصبی هستم. دف شو. بیعقل این رو چیا کن حالا هم ایستاده است. بیعقل گپت را شنیدم. سازی شوکت بیعقل. من خوبم لیو. خدا چه خیلی؟ درد عشق بسیار سخت بوده است. راست گفتی دروغگو بسیار سخت بوده است. شیطان میگه که رفته از دستش بیدار میانش رو بقم و با او رقصی پقته بکن. پقته نه بچته. فرقش چیه؟ فکری خوب.
برای رقص بچتا این میدان کمتر میده. برای رقص سالسا میشود. سالسا. من این رقص سامبوسا را خوب میتونم. رقص سامبوسا؟ ایجا بیا پیش بگو. چیکار میکنی؟ شوکت من و تو بخ نداریم. اگر تو بخ میداشتی دندونی ما درد نمیکرد. تو راست میگویی برادرم لوینت. خدا من تو شوکت روزی نداریم. جانم حاضر می آیم یک لحظه. رسم گرفتی سیلین؟ البته گرفتم. بهترین هستی. کلی بودی؟ دوستان گرامی برای اشتراک به همه‌تان تشکر میگویم. حاضر باشد غالبان را اعلان میکنم.
یعنی وی برادری دوگانی که داملا زیا استاد احمد و همراهش زهرا می باشد. زودتر راه گشت شوکت، اونال رو نجات میدی. گپوتا دندانات میشنم، خوب هستی؟ خوبم، اونال رو از محبس باید گریزونیم. فرسنده کردیم اما جنید کن اینجا بیا. حالت خوب است؟ سومان ما رو تنها میگذاری؟ تو این رو با من چه رو دیدی ها؟ با یک قاتل دوام دادن نخواستم سبحان. من را قاتل گفتی؟ من برای تو شده قاتل شدم. بخشش برادر، چیزی که آنها فرمان دیدن به گپ آنها را اجرا میکنید. 1 سال برای آنها خدمت میکنید. چی میدانم شوکت، راه دیگری ندارم. عینی حال از دستم چیزی نمیآید. الله الله. شب خوشی بود همین خیلی نیست سینان جون؟ خیر من به اتاقم میروم. شب خوش. شب خوش. بازی ها چقدر جفتی زیبا بودیم. کاش تو هم می آمدی میلیس، خورسند می شدی. اما تو هم روح نداشتی. همین خیلی فراموش کردم، ببخش مرا. اصلا یک نفر بود کو وی آدمی نقاب دار از آتش تو رو نجات داده بود کو. خیر، برای خودت زاغ سیاه را یافته باشی. اکنون از دست داشته من دور میگردی. بین میلیس، ما بازی بسیار خوشحالیم. فکری در بین ما در آمدن را از عقلت دور کن. برادر، کنی چه خیل نقشه داری؟ اونال را چه خیل به بیرون میبراری؟ از 2 تا نگهبان گذشته به دیوار برآمده به باغچه میروم. از آشخانه گذشته راست به حجره کامیراهای نظارتی میروم. در کامپیوتر سمت کامیراها را عوض میکنم. میخواهم در مانیتور همه نوارها خوب نماید. اوها، نقشه را ببین. خیبر؟ یعنی که ما اونال را به بیرون برآوردیم، آنها نوارهای پیشین را تماشا میکنند. بعد از این 15 دقیقه وقت داریم. در 15 دقیقه کلید حجره اونال را یافته، در را گشاده، اونال را گرفته، به دیوار برآمده میگریزیم. همش همین. اوها، همین قدر؟ تو این رو در کدام کینو تماشا کردی؟ تا اولش رو نقل کردی، به خود چه گرفتم؟ در آخرش اومدی اولش گم کردم. شرکت میگویم 15 دقیقه وقت داریم. در 15 دقیقه آمدم نامدم بدون که مرا دستگیر کردن. این خیلی نگو، در 15 دقیقه همینجا میشه. من منتظر هستم. اول من تو رو کمک میکنم، اونال رو میبروریم، بعد یک جای رفته بانو رو میدوزیم. کدام بانو؟ چه خیلی دزدیدن؟ دیوانه هستید؟ من بانو رو به کنان دیوانه نمیدیم، میرویم اون رو میدوزیم. این پرکتیک میشود. ما رو فهمیدی؟ مایل شرکت مایل. بانو و شوکت نشوند یک جا. عشق در دنیا ندارد معنا. خاموش بچه. مسکلت پشتگی بو ادیول نغلطی.
دید مگر؟ وضعیت آرام است. تو اینجا چی کار داری؟ وقتی گپ زنی نداری مونال خیز میروی میرویم کلتکیلاس میرویم برای من تو رو میکشم زود باش راهگر نوبتداری بالا بودرها چی کار میکنیم؟ نوبتدار همیشه در حرکت است 50 ثانیه براست 50 ثانیه به چپ نگاه میکنه در مدت 50 ثانیه باید به دیوار برآمده به آن طرف گذاریم رفتیم وگرنه دستگیر میشویم چی؟ من کلتکیلاس هستم با اون دیوار چی خیلی میبرایم؟ اوف شد بالا برایم برای تو بند میپذیم تنها زود باش میلش کجا گم شدی؟ براز که گشت میره فهمیدی؟ فهمم رفتیم بند را گیر چیکار میکنی؟ آفرین شوکت آفرین در آخر کاری کردی که بگیرین را خیال کردم ترسور کده است این چی کار است که تو میکنی؟ این رو به خونه آدم کش میبری باوری داری؟ میلش این خیلی بهتر است برای ما اکنون او در دست ماست این ارماتور خدای خلاص بینه آیسته آیسته سرش رو نزنه
درای دیگر چیکار میکردم آخه؟ بیا کمتک بگیریم. بیا اکنون رفتیم. زود باش شوکت، زود. باید کسی نبیند. استو در را پوشم. در را پوش. بزن. مثل خرف از دین است. بچه قیلاز بینه. روگر. میگون آلماتور خورد بوار نمیکنی. ایخی بده روزا کشتن درویم. شوکت بگیر در را کشم، زودتر باش. یقا کلی بیسوره کدوم کلی چه؟ کلیدی کلان شگون کس نمیدد باز. ای خر بچه در را شده نمیتوانی ها؟ زود باش. ای چی من نمیزنی؟ سردیشکای کلی شد و ایرون باید از اون تو خود است. اینه قریب اومد. خدا لعنت کنه، بگیر زودتر. اینه درک شده شد بکش. درایم زودتر. زودتر بگیر. ای مانوش. بزن. کلاسی پردو را مگزین اکای حکیم خریدی؟ باهوش نه این حیوان بگریزه برادر؟ پروا نکن، فکر اینشو هم کردم من. زنجیر. این زنجیری فیله. گوش کلاس این سگایی که به زنجیر میبندیمش. این آدم ما رو یک جای ببیند تماما چیزی دیگر میشود. یکون بندی سبکتر نیفتی؟ برای همین باید تصمیممون رو بگیریم. این طرفی زنجیره در کجا میبنده؟ حالا تو ایست. به رادیاتر گرم کنی خانه میبنده. این رو بگیر. بیا برادر این حیوان گیزلان نشوه و همه اطرافی این را بکنه خانه پوری او شود. قالینو جزیر میشده؟ نه اکنون تو همین قدر واهمه کردی. آخر برادر او رو مثل حیوانی وحشی بستیم کو؟ توبه استغفرالله. بیدار شدی. مرو چیکار کردید؟ کاری نکردیم، برای آرام نشستن تو رو بستیم. این چی است؟ با زنجیر سگ بسته مرا. شما دیوانه شده؟ نه اونه، اگر با زنجیر سگ میبستیم تو آن را میکندیم. برای همین با زنجیر فیل بستیم. با این فیل رو میبندم. مرا شاید مرا حیوان. اون الارم شوکت تو همین جاییست. اگر کاری کند به سرش زن که از خوش شود. با چی بزنم؟ چی میدونم، با کفگیر است، با کفلیز است. من این رو چی کاری کنم روزی اوخیم؟ شنیدی مرا؟ این کار را ببین. کمیسر اونال در خانه من می ایستاده است. گرچند پایش را به زنجیر بستم اما حالا هم خواتیرم. ای خدای مهربانم، چقدر حیاتم شیرین بود. مثل احمد شمشک حیاتم را ادامه میدادم مگر بد میشد. ای وای آف. اکه اونال با من میبود هوید میکردم به خدا. شوکت کن اینجا بیا کشو این را. یه وسوسم نکن به خدا. شوکت کشو میگویم. یک آدم کلانی رنگی کودکو رفتار میکنی. اکه اونال کلیت ایره من ندارم به خدا. بریشی همجا آخی جد سوزه. تمام شوکت تمام. بیا یک گم میگویم. از لعنتی پراب بزنم باشی دوتا. کس گم شو کل جاد بگذار. تر جاد بگذار. حرامی لعنتی، این بالشتی که در دست داری با تو میخورانم. اونا تیز بجویت گذار. حرمتت کردم ای خود رفتی اونا. ولی با این تکسری میزنم حیوان.
بانو جان میس بانو همراه ما رقص میکنی اصلکم کنی اینجا بیا بشرف. ای شوکت و تو گفتم به سر زن از روش شود خوابم نمیبرد. من با تو همین خیل میرقصم که حاضر میبینی رقص با مرگ مرده هر دوتون رو از این خانه میبرارند. معلمه جان بیام سر مدر بالای کیف منو. معلمه اینجا بیا جانکم نزدیکتر بیا. بانو جان خیلی نکن نفس میگیره چیکار میکنی؟ بانو جان کمیسرم شما چیکار میکنید؟ سر دید مرا کمیسرم. از دست شما دیگر کمیسریم هم نمانده است. کمیسریم را از من گرفتید شما دوخری ابله. کارتا کلاس چی گپ است؟ چی گپ است؟ با تو نگفته بودم به سرش بیزن از روش شود همینش رو امان کنم. یا خدایا برادرم کارتا کلاس. چی کار میکنی اونال؟ دیوانه هستی مگر؟ نزدیک نشو که برادرت رو میکشم. کارهای بیعقلانه نکن اونال. قانون را میدانی بیعقلی نکن. نفهمیدی که آدم قانونی هستم بشرف. نزدیک نشو که گردنش رو میشکنم. بین خواسته ای تو اون نیست من هستم. رها کن او را مرا به جای او بگیر. میلش بگیر. کلیدها را بیار. کلیدها را؟ زود رفته کلیدها را بیار میگویم. میکشم این را. اونالیست تمام تو آرام شو. اکه اونا مرا گوش کن. بخدا من نمیخواستم ترک زنجیر بند کنم. همش فکر یعنی موهای مرا سرت یک کمرا نکش که قبول بشه. خربچه احمق آدم فروشی را خوب میدن. بکشم اخی. تمام اونال آرام شو. کلیدها را میارم. میلش آرام باش. ده بچه جو کمیسر زود باش زود. برادرت حاضر نمیرد. زودتر باش میگویم. بردوبه نفس رو گرفت کمیسر. اونال تمام شد. ایست. آهسته این بوی چی است؟ چه خیل بوین؟ بوی موی نیست. یگان چیز با ما شامت هم. روز میگه بخدا بو هست. بشرف کنی اینجا بیا اینجا گذر. ناخته برا کلیدها را بگیر. خانه بوی گرفت. بخدا کلیدها را در حیاتم دیگه نمیگیرم. من اونال در نزدیک نمیشم دیگه. توبه کردم. چی شد؟ زنجیر بسیار قفص است میگفتی. کم مونده بود که نفست بگیرد. بخدا قریب میمردم. تو چرا اینقدر بیعقل هستی؟ بخدا بیعقل نیستم. یه حیوان مرا در خون دستگیر کرد. با زنجیر گلویت را بسته بود میمردی. دیوانه هستی تو؟ با چه خواب بودم میگم نمیفهمیدم. خاموش. خواب بودم میگویم. بیعقل. با آنجا گذر با دقت خواب کن. برادر من در اینجا خواب نمیکنم. همراه تو در اون خانه خواب میکنم. کلی گذر نخوابیده است. کله نکن. هر کجایی که خواب میکنی خاموش باش. کله از طرف من دستک نزن. باز من بری تو میرم خواب میرم. خودش در اون خانه خواب میره و مرا در پیش سگا خواب میکنه. بخدا میگزیدم چیلو کلو میکردم. خود با سگ خواب رو برادر من میرم. تو چی کار میکنی؟ برادر این احتیاط که میگذد بخدا افچهی را بینوخی رفته و بوزی کنم که بوی سگ گرفتم.
بعد رفته برای آشخانه یگان چی خریدم میارم. شد تمام رو احتیار که نگذد مایده؟ مایلش رو این جوشا یگان خوردنی گذارم برای تو که نماری. گرسنگی شدی میخوری. از آن خوراک های میخورده ای تو نیست. قناعت کن. بگاه با آنها وام میخوری. آرام بشین، مشکلی ایجاد نکن. لبای زهرا. جانم امروز در بیرون صبحانه میخوریم؟ مایلش جانم. در کجا میشینیم؟ در مکانی که آخران بار صبحانه کرده بودیم. شد عشقم تا بازدید. تمام جانم. یا خدا بسیار خرسندم که باز یا صبحانه میخورم. میریز به عشق میماند. غیر این گونه است. این ناممکن است. بچه ها داملای دیوانه چند روز است که به اینجا نمی آید. یگان بلا به سرش نامده باشد. دیگر برای چی آید؟ او دمخلش رو از دست داده است. درست. مسجد ما به ایمانمان بخدا. ایمانمون از دست نرود، اما که خلیل دیگرش مهم نیست. امجش از زور گفته اجری. درست گفت. چیزی که من میشونم شما هم میشنوید. من هم چیزی رو شنیدم. اونوی ما دیوانه شده است. بکسور شده است. ببینید. منم بسیار آرام شد. آرام شد تو بلا. من به شما باقی یاد بدهم. این داملای دیوانه نیست مگر؟ سلام علیکم داملا. در داملا بینی مشکست عیبا؟ کی هستی؟ تو برای چی مرا زدی ها؟ من داملا نیستم. من بکسیارم. بکسیار. ای داملا آرام شو. من تو رو یک لحظه فهمانم. من رفیق همون داملای ساختکار بود کو. ای داملا یک لحظه بس فهمانم. من شوکتم. شوکت شیری نرم کو. داملا یک نمیست. تو بوکسور نیستی. تو داملای ساختکاری دیوانه ای کو. من ایمامی دیوانه نیستم. من بکسیارم. بکسیاری حقیقیم. من بکسیاری حقیقیم. من چمپیونم. بکسیاری حقیقیم. بکسیاری حقیقیم. من چمپیونم. من بکسیاری حقیقیم. این دیوانه رفت. خیلیت رفتی. با او یک سلام دادیم. زد دهنو بینی رها مرا شکستی. در پرده بود. عشقم خوب شد که یک جای نهاره میخوریم همین خیلی نه؟ بله گاگا این خیلی کنیم خوب است. میکنیم. از گرسنگی مرده ای چی؟ اینقدر زود خورده ای سده؟ نه جانم گرسنه نیستم. تو رو بینم اشتیایم کشوده می شود. عزیزه که شیرینی من. وقتی که با آن دست شپاتی زده بود شیرین تر بود. مرا گوش کن زیا. حالا هم من تو رو نبخشیدم. اون شب را لطفاً به یادم نآور. حیاتم یعنی آرام شو. جانم اصل خور. عصبت را آرام میکنم. شوخی کردم. دوست داشته ای ترسن چکی من. این رو به من چه روا دیدی زهرا؟ باز برای آن بیشرفم؟
جناب احمد در کو شاید من باید با شما صحبت کنم. لوند این به عقل اینجا چی کار میکنه باشد؟ احمد جان سردارم از محبس گریخته است. وضعیت بسیار بد است. یعنی حیات شما در خطر است. من باید در حال به شما کمک کنم. شما در رو در رو کشایید. یاری دیت این صدای سردارم است کو؟ یاری دیت نگویم. آوازی سردارم است که از درون میبره. یگان کس هست؟ اینه سردارم اما شمشیر رو اسیر گرفته باشده. اگر این خیلی باشد چرا سردارم یاری دیت گفته داد میزند؟ شاید برعکس باشد. یاری دیت سردارم شما در درون هستی؟ لوین در درون هستم. نجاتم ده. کارتکل از مرا اینجا بسته است. زنجیر بند کرده است. بیا. سردارم شما در اینجا چیکار میکنید؟ طبق قانون و قاعده شما باید در محبس باشید. من به تو دیگر چی گویم؟ کارتکل از مرا گریزان اینجا زنجیر بند کرد. بیا نجاتم ده. تمام من شما را نجات میدم. پروا نکنید. خدا خواهد باز به محبس برمیگردید. درو به عقل بیا مرا نجات بده. که تبر نیستن. لوین نجات ده مرا. سردارم از برای خدا شما اینجا چیکار میکنید؟ غیر از این شما چرا از محبس گریخته؟ چی خیلی گریختم به عقل؟ من آدم قانون هستم. از محبس میگریزم. کارتکل از گریزنده آورده مرا اینجا زنجیربند کرد. نجاتم ده. یا سردارم از برای خدا برای چی شما دروغ میگید؟ کارتکل از برای چی شما را از محبس میگریزنده است؟ هم مرد یک دروغ زمینی بگو آخی. سرم نجات ده. سردارم من به یک شخص شما را نجات میدم. به من وعده میدید که همین که شما را نجات دادم به عقلی نکرده از دست من نمیگریزید. از پس من راست به محبس میروید. من شکر نه. تمام لوین. تمام. با تو همچون سابق کمیسر قول میدیم که نمیگوزم. رفیق کمیسر دیگر در من این خیلی قسم ها نمیگذارد. رنگ انسان قسم خورد. به حاضر قول دادم کو. انا این خیلی قسم خورد سردارم. کلچپ بزنم که همین که مرا نجات دادید هرگز از دست شما نمیگریزم سردارم. لعنت به تو لوین. انا همین خیلی بزند که نمیگریزم. خیلی بوسه کردی آخی؟ هم بوسیدم. تمام. کنیک من بینم. سردارم یک مشکلی کلان است. کلید این قلف در کجا باشد؟ چی؟ در اون اتاق هست رفته بین؟ در اون جای هست رفته بین؟ کف؟ در اتاق جناب احمد میل است. جناب احمد میگوید. انا آنجا رو ببین. زود باش لوین زود باش. سردارم به شما خبر خوش دارم. کلید را یافتم. زود باش پسرم زود باش که دیگر طاقت ندارم. چند ساعت از که همینجا هستم. به خیلی قسم خوردی فراموش نکنیم. تمام بدوکه. وای 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 وای. من خطای سخت کردم که دست و پای او را از زنجیر خلاص کردم. آخر زوری من به او نمیرسد که انشالله که نمیگریزد. اگر گریزد مجبور که او را میپرانم. از این اونل دیوانه چه خیلی نجات میافته باشیم. بلا را به سرم آوردم. اوف. چی کار میکنی دیوانه؟ میپرانی؟ نه سردارم من شما را راست با محبس میبرم. اگر اگه نامخولی نکنید من شما را نمیپرانم. ای پایم کن. به قفا رو کمیسرونال به قفا. لوین تکی زله نکن. این بیعقل به شوخی رو به محبس میبرد. ای لوین دیوانه هستی تو. با خلیب قسم خورده بودم که به محبس میرویم. اول لباسم رو عوض کنم بعد میرویم. نمیشه سردارم لباسات 100% پیش بدم. 2 دقیقه منتظر شو لباسم رو عوض کنم. نه من باید دست و پایون رو زنجیر بار کرده با محبس میبرم. این خیلی نمیشود. از یک دقیقه زنجیر کجا؟ چی شد لوین؟ اوه آرام شو دیوانه چی گپ است؟ این بوی چی میکند؟ این یک بوی کن.
بوی چی میکنه سردارم؟ نمیدونم بوی چی بکند. نمیدونم چه خیلی که بوی شناس توفتیسته. شما نمیدونید سردارم بوی خیلی مانند شو بوی تیز، بوی بیهوش کننده، به عقل، دیوانه. اکنون تو رو میبندم. در کجا بود کلید؟ نه اینجاست. من به آن محبس دوباره بر نمیگردم. به عقل. سردارم راستی که بخوام مرده که خوب نبوده. من میدونم که تو نامردی، یکی مرداشتن در کار. از پس این به عقل شده بیهوده قسم خوردم. اکنون مجبورم که یک فقیر رو سیر کنم. این نامرده کلی رو با خود برده است. آشو بلا بده. چی شده ابله؟ به جای نشست ماندی؟ چیزی نیست. میدان چیکار کن؟ این دست را راست ایستاده گوش کن. به این هم تو در اتوبوس راستا میایی و به این عادت کرده ای. چیزی نیست. سبحان تو را گوش مکن. بیا برای من خالی است. رفته. استاد امروز بعد مکتب به مسجد رفته کمی امری معروف کرده وظیفه برادرتان را اجرا کنید. یگان وقتی دیگر میایم جناب کنان. امروز نمیشه. چه خیل نمیشود. اعتراض نکنید. وعده داده بودید. استاد شیرالی شما هم آمده از امری معروفی استادمان استفاده برید. بسیار خوب جناب کنان. با استاد احمد خیلی وقت زیاد است که رفیقی داریم. یعنی یگان بار امری معروفش را گوش نکردم. بسیار خوب می شود انشالله. انشالله انشالله. کن اینجا بیا. سینان رو چکار کردیم؟ کنی گبزن؟ باز چی هلاو نیرم کردی باید باخت. گردانت رو میبرم. بگو چکار کردی سینان رو؟ جناب کنان من یک چیز رو نفهمیدم. به این مسجد یگان امام میفرستادند. مولای نو می آمد. امروز او امری معروف و نهی منکر میکرد خوبتر میشد. یعنی استاد قول داده چرا از گپ میگریزید؟ به این هم وقتی که شما باشید چرا این استاد موسیقی وعظ میخواند است؟ یا خدایا رنگ اما اکا کالت کلاس دروگه چه نفهمیدیم وقت اکا این بجوی برادری داملازیا گذشتگی آدمی ساخته نباشه؟ راست میگه. اینجا چی گپ است؟ تمام جناب کنون. این خیل باشد من وعظ میخوانم. نه استاد نه. این کارها با ناراضگی نمیشن. اگر رحمتی دامالا زیا میبود هرگز ما را به امر معروف نمیگذاشت. من در شما قابلیتی او را نمیبینم. استاد یک سوال زور دارم پرسیدن ممکن است؟ تو خاموش باشی جری. سوالات را بعد میپرسی. امروز تو وعظ میخوانی. وعظ؟ من؟ در جایی که استادم باشد من چه امری معروف میکنم آقای کنعان؟ این دامالازیا نیست. برادری دامالازیا است. کنی پیش درا. آقای کنعان من هجری بسیار گپ زدی. مجبورم نگو که از گوشت گرفته برم. کنی پیش درا. من هم گوش کردن میخواهم. مایلش. یا اکا کنون عباری بولو بزر. 50 میلیون 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 50 میلی
بیا بگذار آخی. بچه خیره. ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон шуморо ба ёдоварии марг супориш мекунам. аз марг камтар ғафлат кунед. чӣ гуна маргро фаромӯш мекунед дар ҳоле ки ӯ шуморо фаромӯш намекунад ва чӣ гуна тама меварзед дар ҳоле ки ба шумо муҳлат намедиҳад. марги гузаштагон барои ибрати шумо кифоят намекунад. шитоб кунед ба сӯи обод кардани хонаҳое ки шуморо ба ободонии он фармон доданд. неъматҳои худоро бар худ тамом гардонед ва аз исьёну нофармонӣ канора гиред, чунки соатҳо дар рӯз ва рӯзҳо дар моҳ ва моҳҳо дар сол ва солҳо дар умри одамӣ шитобон мегузаранд. агар мардум дар азамати қудрати худо ва бузургии неъматҳои ӯ фикр мекарданд, ба роҳи рост боз мегаштанд ва аз оташи сӯзон метарсиданд. аммо дилҳо бемор ва чашмҳо маъюб аст. оё ба махлуқоти кӯчаки худо нигоҳ намекунанд ки чӣ гуна онҳоро мустаҳкам офарид ва таркиби андоми онҳоро барқарор кард ва гӯшу чашм барои онон падид овард ва устухону пӯсти муносиб халқ кард. ба мурча ва ҷусаи хурди он бингаред ки чӣ гуна латофати хилқати ӯ бо чашм ва андешаи инсон дарк намешавад. ё худоё, ту чӣ хел аз хона баромадӣ? бешарафи лаънатӣ, ин дафъа аз дастам наҷот намеёбӣ. туро мекушанд. дар масҷид одам мепаронад? дину имон надорӣ ту? бин ин кӯдак чӣ қадар зебо панду насиҳат дорад. имон биёр, ақаллан қалбат нарм мешавад. шояд тавба мекунӣ. ту тавба кун абла. ҳаёти ту пур аз гуноҳ аст. ин хел бошад бародар, биё баробар тавба мекунем. чӣ мегӯӣ? бин чӣ хел бача хуб ваз мехонад. ваз не, ваз. ваз. фармони худо ҳукми ҳатмӣ ва ҳикматдор ва хушнудии ӯ мояи амният ва раҳмат аст. сипос худовандеро ки суханварон аз ситудани ӯ нотавонанд ва шуморандагон аз шумориши неъматҳои ӯ нотавон ва кӯшишкунандагон аз адои ҳаққи ӯ дармондаанд. худое ки фикрҳои амиқандеш зоти ӯро дарк намекунанд ва дасти ғавосони дарёи илмҳо ба ӯ нахоҳад расид. парвардигоре ки барои сифатҳои ӯ ҳадду марзе вуҷуд надорад, махлуқотро бо қудрати худ офарид ва бо раҳмати худ бодҳоро ба ҳаракат даровард ва ба василаи кӯҳҳо ларзиши заминро ба оромиш табдил кард. эй бандагони худо, сахтии ҷон кандан ва ҳасрати аз даст додани дунё ба дунёпарастон ҳуҷум меоварад. баданҳо дар сахтии ҷон кандан суст шуда ва ранг бохтаанд. марг ором ором ҳамаи андомашонро фаро гирифта ва забонро аз сухан гуфтан боз медорад ва ӯ дар миёни хонаводааш афтода ва бо чашми худ мебинад ва бо гӯши худ мешунавад ва бо ақл дуруст меандешад ки умрашро дар чӣ корҳое табоҳ карда ва рӯзгорашро чӣ гуна гузарондааст. ба ёди сарватҳое ки ҷамъ карда меафтад, ҳамон сарватҳое ки дар ҷамъоварии онҳо чашм барҳам гузошта ва аз ҳарому ҳалол ва шубҳанок гирдоварӣ карда ва акнун гуноҳи ҷамъоварии он ҳама сарват бар гардани ӯст ки вақти ҷудоӣ аз онҳо расида ва барои ворисонаш боқӣ мондааст то аз он баҳраманд шаванд ва рӯзгори худро бигзаронанд. роҳатӣ ва хушии онро дигарон мебинанд, вале азоби он бар уҳдаи ӯст ва ӯ дар гарави он сарватҳост ва ба хотири воқеиятҳое ки вақти марг мушоҳида кардааст аз пушаймонӣ дасташро мегазад. ё худоё, маро бубахш. амин. сарватмандон дар рӯи дунё бениҳоят зиёданд, аммо пулашонро ҳамеша захира мекунанд. худашон аз ин дунё мераванд ва сарваташон бошад ба дасти дигарон мемонад. агар сарвати зиёдатӣ аз ниёзашро ба фақирон бахшад, худованд онро даҳчанд ба ӯ бармегардонад ва хайри дунё ва охиратро ба ӯ насиб мегардонад. худои таоло гуноҳони моро биомурзад иншоаллоҳ. амин.
تو اینجا انتظار شو، تو همراه من بیا. چرا من؟ چون که کلتاکیلاس را یگان پلیسی که دستگیر کرده بود تو بودی. من آدمی قانون هستم. یک حیات تو بر این آدم ها را به محبس فرستانیدم. چرا برای تو کار میکردم؟ باز با کلتاکیلاس. اگر خواهی به شات رو تا نزد درآمدگاه محبس برد. چشم مرا با همین خیل افسانه هایت میخواهی ترسانی؟ ببین با تو تکلیف میکنم که هرگز رد کرده نمیتوانی. چی بوده است؟ یا خدایا اینها درون چی گپ زده ایستادن؟ اگر به سر اون الپرونن هم به من کار نمیگیرن با او چی تکلیف میکرده باشم؟ به محبس رفتن نمیخواهد این دیوانه. ببین اونا اگر تکلیفم رو قبول کرده 1 سال برای من کار کنی آخران وظیفه‌ای که به تو میدیم کلتاکیلاس رو کشتن است. او را که کشتی در خارجه برای صورت حساب شده و شناسنامه نو میدهی و با این شناسنامه نو زندگی نوت را آغاز میکنی. تمام قبول میکنم، اما بعد از 1 سال کلتاکیلاس از آن من میشود. فهمو کلتاکیلاس رو بیارید. تکلیف ما رو قبول کرد. چی؟ 1 سال برای ما کار میکنه. قبول کردی؟ دیوانه هستی تو، چه درد داری؟ چرا قبول کردی؟ برای من تکلیف کردن که رد کردن نتوانستم. اون نلی ابله اولین وظیفه هاتون
зимо ёфт наво моро ту нагу бенавоӣ ва таваҷҷӯҳи мухлисони савту навои милливу тоҷикӣ мерасонем ки шумо метавонед рӯзҳои наздик аз тамоми дуконҳои фитафурӯшӣ беҳтарин клипҳо, ғазалҳои равон ва таронаҳои тӯёнаи муҳаммадуллои кулобиро харидорӣ намоед. муҳаммадуллои кулобӣ булбули гӯёи тоҷик барои мухлисони худ месарояд. телефон барои тамос 918 58 52 28. ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه. студияи симо тақдим мекунад شلگل زرین بسر انداز تو گرد لبانت شد базми ҷавонӣ бо иштироки ҳунарманди дӯстдоштаи мову шумо шаҳзоди даврон در تحک دانانی تو دانان دار ошиқона фарабахш ташнашикану зебо бандбанди таронаҳои шаҳзоди даврон چارباغی بالا چنار بلندر шаҳзоди даврон сурудҳои нави хешро тақдими шумо месозад دانه دانه گل دانه مهمه و ممنونه як шоми пур аз тарона як ҷаҳони аз нуру шодӣ زبی چمن دختری تاجی که زبی چمن шаҳзоди даврон шоми дӯстӣ یار بیا سیر گل سارمم چیدن тамошо кунеду фараҳ бардоред ба наздикӣ аз тамоми нуқтаҳои фитафурӯшӣ дастрас намоед